بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، امام بخاری رحمت الله علیه گفتن که باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی و ما یتزود منها. باب درباره مقداری که از گوشت قربانی خورده می شود و از آن ذخیره کرده می شود. چقدر انسان باید از گوشت قربانی خود بخورد و چقدر آن را ذخیره کند و چقدر آن را صدقه کند یا هدیه دهد. خلاصه درباره تقسیمات قربانی، وقتی که درباره حکم قربانی و درباره بعض حکمت ها و بعض علامت های قربانی و وصف های قربانی حدیث ها را ذکر کردند، در آخر باب گذاشتن برای تقسیمات گوشت قربانی. بعد از آن حدیث 5567 را روایت. این حدیث از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما آمده است. میگویند که ما گوشت های قربانی را وقتی که در مکه بودیم نتزود و همچون ذات، همچون توشه سفر برای خود ذخیره میکردیم در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم به مقداری که تا مدینه رسیده می رفتیم. یعنی از مکه تا مدینه یا از کدام شهر تا به مدینه برای تا رفته رسیدن چقدر گوشت برایشان لازم باشد همین قدر ذخیره می کردیم. و قال غیر مرة لحوم الهدی، و در غیر اینجا گفتن که گوشت های هدی را، هدی آن قربانی که حاجی در مکه برای خانه کعبه همچون هدیه قربانی می کند، از آن هم برای حاجی اجازت است که تناول کند و ذخیره کند و صدقه کند. فقط اگر هدی جریمه باشد از وی خوردنش اجازت نیست. جریمه یعنی اقام محظورات احرام را اجرا می کند که به سبب آن محظور احرام را اجرا کردن بر ذمه‌اش قربانی واجب می شد، از آن قربانی نمیخورد. لیکن قربانی که مثلا شخص حاجی برای آن که حج تمتع کرد یا حج قیران کرد، در یک سفر دو عبادت را یک جای کرد، برای شکرانش وقتی که هدی قربانی میکند برای او اجازت است که از آن هدی تناول کند و کم و بیش برای خود ذخیره کند. حضرت جابر میگویند که ما مقدار ذخیره میکردیم که تا مدینه یعنی آن را خورده می رفتیم، یعنی از هدیی که به مکه قربانی کرده شد. بعد از آن حدیث 5568 را، این حدیث نوبتی از ابو سعید خدری هست. ابو سعید خدری در سفری بودند، به خانه اشان برگشتند. فقدم الیه لحم، به نزدشون گوشت آورده شد. فقال و هذا من لحم ضحایانا، گفتند که این گوشت قربانی همون هست. وقتی که خبر دادن که بله این گوشت قربانی است، فقال اخروه لا اذوقه، این را چی کنید، مقصد برید، من طعم این را نمیچشم. قال ثم قمت فخرجت، سپس گفتن که خستم و بر آمدم. حتی آتی اخی ابا قتاده، حتی به نزد برادرم ابو قتاده آمدم. و کان اخاه لامه، و این شخص برادرشان بود از طرف مادر، یعنی مادرشان یک کس بود. و کان بدریا، و به جنگ بدر اشتراک کرده بود. فذکرت ذلک له، گفتم که مقصد به من قربانی آوردن و این دلالت میکند که آنها قربانی را از 3 روز به زیادتی ذخیره کردن، حالا که پیامبر صلی الله علیه و سلم چخیلی در حدیث های زیرین می آید 1 سال از قربانی را از 3 روز اضافه ذخیره کردن من کرده بودند. فقط گفتم برای 3 روز کفایه کننده ذخیره کنید، باقی مانده تمام گوشت های قربانیتان را صدقه کنید. گفتن سببش آن بود که تا این وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم از گوشت قربانی خورید، ذخیره کنید و صدقه دهید و پخته دهید به مردم گفته بودند. 1 سال، بعضی علما میگن سال 9 هجری، از 3 روز زیاد به ذخیره کردن من کردم. گفتم فقط 3 روز حق دارید به 3 روز کفایه کننده ذخیره کنید، باقی ماندهش را هدیه دید. بعضی علما میگن اون سال گرسنگی آمده بود، کم آدم ها قربانی کرده بودند. برای آنهایی که قربانی کردن گفتم برای 3 روزه کفایه کننده ذخیره کنید و باقی ماندهش با آن آدم هایی که قربانی نکردن با آنها
صدقه کنید تا اینکه آنها هم از قربانی بهره‌مند شوند گفته بودند و این فقط برای 1 سال بود. سال آینده باز اجازت دادند جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت ابو سعید خدری از اجازت بیخبر بود، بنابراین وقتی که به نزد برادرش آمد گفت که فقال انه قد حدث بعدك امر، بعد اینکه تو این حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدی بود دیگر حادثه روی داد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم باز سال آینده اجازت دادن، یعنی وقتی که اهل عائلت به نظر قربانی که از 3 روز زیاد شده است میآورد برای تو اجازت است که از آن طعام بخوری گفتم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.